بشین همینجا بشین شته همینجا بشین اینجا آه خب چی نمیمر بیاوردی اینجا بیا بشین بیا آنه بشیم اینجا سیه خب جایی نیست گلر یک چیزی به تو بدم که میته بم یک سنیه بری به کابل به کابل؟ گردن بابا تو گردن تا چی میدی مثلا؟ پیشکسی چی نگه ها؟ پیشکسی چی نگه نه چیه؟ ای چیه؟ ای سیگار یکو چی سر چه اینجا بسته این روشن کن ها این تا یک مواد مخصوصی داری مواد مخصوصیه؟ که تو رو بیت راسته میبره به کابل به کابل ها؟ به پیاده؟ تجیاری بیسر نوشت گردن تو من؟ گردن تو من گلک دروغ نمیگو الله به تسیاری به سرنوشت؟ بیا روشن کن این سری آیده به شرطی بگفتی که میبره من بس به کابل گردن و من به یک سنی گلک میری خب ایت به تیاری بری که ایت ریچن بورا نرفته باشم بکن روشن کن گلک دروغ اگه بگفتی خب چیزیه دل جم قرار گلک قرار دیده دست ای بده پس بکشی کنم 1 روپیه خریدم قرار نفس تو تنگ نشه کم قرار آسته تو هم بگیر بکش ما بکشیدم دل جم پشت بکن یک دون هزینه بکشیدی ای چی دیگه ای چریت بوی میده هیچ غمی نداره نه خندگه بگو راست خوردگه نه هیچ گاه نمیشی چری بوی میده بوی خوبیه او لکه بکشم لکه تو گردن تو من نخندگه من بکشم زود بکش دیگه کال یکی نه ما اینو تو نبینه گیله با بالا میفتین خودی تو هیچ کس نفهمه گیله هیچ کس نفهمه گردن ما بند ما اوتور میندازم زودی شو گیله زودی نفس رو تنگ نکنه گیله همیشه گاه بمیری خون تو با گردن ماشه گیله با کجا ای حالی با کجا ای گفت با کابل برفتی یا نه گیله گردن بابا گیله یه بیده نشده که بده ایتولا کن تبله بزنی آقا نمیشه گیله نه ما را خیلی گردن ماشه بیزار بودیم گیله گیله بالا ما وقتی که بری وقتی نالی دیار کردی گیله با کابولی با خدا گیله با کابل برسیدی به تیاری بیسرنوشت سفر میکنی سیه زن کاکا من چیزه زن کاکا مادر شما میگه که بریم به چیز بریم کوزن کاکا تو کاکا دیونه شدی ساعت تو خرابه گردانه ببانی رشته نشکرده گیله
همین هسته که تو نمیفهمی میگی گوشنه من گوشنه تو هم گوشنه. نون به قصبی برو قصبی نون بستو بیار که پای منو بخوریم ریزه کنه. شکرم برز بالا چایا کاسه ریزه که شکرم بالا چایا بره ریزه ملاکو ریزه نکو دیگه بابا اونا نمیخوریم. با پاکستان میری بیا ولاشو برادر با پاکستان متر با پاکستان میره. تونو آلمان تونو به تنها 5 دقیقه مثل که با مشهد. اینجا میان سبزها با این همه ناز و حدا دلم میخواست برقصم همینجا اینجا میان سبزها با این همه ناز و ادا دلم میخواد برقصم همینجا چی شده میه گوجه بی؟ چه کار شد؟ چی شده میه گوجه بی؟ با چی کاره؟ همین گیلک بچه همسایه بگرفته 4 ساده یه گوجه بی با بیلا قال پاک بخور آنو خو یک ایت اتان یک رقم کارا نمیکنه که خود به تعجب کردم کارایو با بیلا در به در کت مارکو این گوجه بی شرم نداره یا نداره؟ خدا من چه کار کنم یه هر وقت که بهم کوچه برای یک من چه روزه چی خاک سیاه بس اخوان هست شما؟ خب من چی خبر دارم؟ خب بچه کوچه میره به کوچه دیگه خب من چی میفهمم دیگه؟ چی رقم انسان می شما همون مونده بود فکر بکنیم با عالم با آخه من چی خبر دارم؟ من مگه برات از اون سایه اینون که برات یو برم چی گم شما به سر من جیغ میکشم مگه من چه کار کردم آخه پس به سر کی جیغ کشم هر دفعه که با کوچه میره همین کارا با قرآن ببین اون رو من تو این میده که یک دنک زنه خدا من چه کار کنم دست زی من مگر صاحبم دوازدهم جواب مردم بودم به درس رو به من چی دیگه اختیار خدا به شما که میگم بریم به یک کار غریبی او هنمیت چیز شده که بچه همیت ایله شد همیت چیز شد هن متاد شد دیگه برای کار اما از دست بجونه بدون چکک می بچکک می اول بومونه که بچه همسایه را بره متاد کنه بره چرس ده بره همون دا فکر کنیم من میگه اکثر بولن درس رو بالا مردم جواب دون که چکار کرده فلان کرده خب میگم دستم چی میام چه کار کنم برای خود شما جلوی بگردونم خدا میدونه به کدوم گوشه رو برفته بغلطیده خودی هم بخورده بکشیده دیگه از این بیشتر هم نمیشه تو صبر کن که من برم یک دفعه پیدا بکنم و بذار کار دارم اختیار خدایی هانی هر دفعه که به کوچه نره همیت گل به میده الهی جون بغلطی به خیر خوشی دیگه که دست تو دیوونه شدم کمرتو بشکنم خیر خوشی تو یه گوشه بی خدا مثل که لگ برفته با گفته به پیرمه و مادر خیلی همچین جل میگردم مثل که برفته با گفته آخه شیشته مونده شدم گردنم بندل بنده من میندازم خیلی لگ چرش کشید عدل عدل میرم توبه خدایا توبه گردنم بند به 6 باقی لگ اگه بال بیای
سر کوی بلند فریاد و کردم نگار خور بدیدم یاد و کردم نگار خور بدیدم یاد و کردم نگار خور بدیدم بم لب جوی گلی از او گرفته میکنه بوی گلی از او گرفته میکنه بوی گلی از او گرفته بوی نمیده خودم گل می شوم یارم کنه بوی خودم گل می شوم یارم کنه بوی برو اینجا با نشینم کال یک دمی پیار میمیره بیزار باش که جیر بخی برو بخی